برادر گرامی خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ الحمدلله شکر. اسم مبارکتان چیست؟ اسم ذکر الله است. ذکر الله برادر خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ شکر. زنده باشین. تشکر. زیارت آمده بودین یا نماز خواندن با نه مسجد؟ زیارت آمده بودم. هر وقت می‌این این زیارت؟ نه تقریبا یک دو سه سال میشه که نامده بودم. ای بعد دو سه سال است که یک بار آمدم که حتما در دو سه سال در افغانستان نبودین چرا؟ نه بودم، اگر ما از ولایت لوگر هستیم دیگه این طرفا قدر نمیشه که بیایم. اما وقتایی که میگذریم از یک بار فرصت میشیم باز میایم یک زیارت میکنیم اینجا. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که در این زیارت رفت آمد دارین؟ تقریبا شاید 3 سال شوه. چون ما خود در کابل نیستیم، در کابل برای درس آمده بودیم و همچنان خانه ما در قلاشه است که کرایه میشینیم و اینجا 2 بار آمده بودیم قبلا، باز خیلی وقت نبودیم، تقریبا بعد از 3 سال میشه که یک بار آمدیم. از زیارت تمیم صاحب انصار چیز معلومات دارین بر ما بگین؟ از این زیارت ها میقدر معلومات داریم که اینا خو یکی از کسایی هستند که از اصحاب رسول الله مبارک است و یا سرلشکر بودند. اینا که اینجا آمده بودند اسلام برای ما اینجا آوردن، چون هدف از اینا است که اسلام به کنج کنار دنیا میرساندند و در افغانستان هم که آمدن در اینجا در دوران حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اینا قماندانای ازو است که در اینجا آمدن و اسلام به اینجا رساندند و هدف از اینا است که خانواده‌های خود، فامیل خود، همه او قدر عزت که در اونجا داشتن او را رها کردن آمدن که اسلام برای ما برسانه، در حالی که هدف از اونایی بود که اسلام در کنج کنار دنیا برسه و ما حال فعلا که در اینجا میم هدف ما است که امو شوق و ذوق که اینا داشتن که اسلام به کنج کنار دنیا برسانن، ما هم از یک الگو بگیریم که اسلام سر خود پیاده بکنیم، یعنی خود ما اسلام را یاد بگیریم و بیاموزیم و در زندگی خود پیاده بکنیم و به دیگران برسانیم که اسلام چی دینی است که اینا خود را فدای از او کردن. اما ما باید که قرآن کریم یک کتاب آسمانی است که از جانب الله است و ما هدف این نباشه که فقط به خاطر ثواب بخونیم، کتاب ثواب گفته مطالعه کرده بریم، بلکه کتاب راهنمایی است که ما الله یکتا خواسته که زندگی بشر از گمراهی نجات بده توسط کتاب خود و ما او را باید بخوانیم، در زندگی خود عمل بکنیم تا کامیابی هر دو دنیا نصیب ما شود. و همچنان در پایین از زیارت 72 صحابه دیگه هم دفن است که در اونجا هم صحابه کرام دفن است، همچنان شاهد و شمشیرک است. اینجا در کنج کنار افغانستان خب بسیار صحابه دفن است که در اینجا آمده. خو اینا کمی در نزدیک است، مشهور هستند که اینجا میریم دیگرا معلومات داریم که اگر اونجا هم یافت ان شاء الله میریم وارم بخیر باز زیارت میکنیم. از تشکر برادر گرامی. کدام پیام داشته باشیم با وطندارای عزیز ما که داخل از کشور و بیرون از کشور ما شما را میبینن؟ همراه ما در خدمت. پیام ما به جوانای عزیزی است که همینطور که اینها خود را فدای دین کردن و فدای اسلام کردن که اسلام به کنج و کنار دنیا رساندن، یعنی با وجودی که خانواده ها چقدر نزد آدم شیرین می باشه، هر کس فامیل خود را دوست داره، اولادای خود را دوست دارن و میخواهند که به خاطر سربلندی اونا، به خاطر رونق و پیشرفت از اونا تکالیف را به خود بگیرند. اینها اونا را مانده و خود را در اینجا آمدن جانای مبارک خود از دست دادن به خاطر که اسلام ما بیاموزیم. اما امروز متاسفانه که بعضی جوانان رو میبینیم که همه لیسانس، ماستر، دکتر هستیم ولی از دین خود اونقدر آگاهی نداریم. کتاب خدا که یک کتاب است، یعنی هزاران کتاب میخوانیم ولی کتاب الله یک کتاب است، او را یک بار ترجمه و معنا و مفهوم نمیخوانیم که چی گفته پروردگار ما، الله ما چی گفته که در زندگی خود ما موفق شویم و از همه جنجالا و مصیبتایی که در زندگی ما چه قسم از او بیرون آمده و خود را کامیاب بگردانیم که تا در آخرت هم نزد الله یکتا مجرم شناخته نشیم. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. وقتتان بخیر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. حاجی صاحب محترم خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین.
الحمدلله شکر به فضل و به کرم خدا. شکر که جور ساعت هستین. میشه که اسمتان بگین؟ اسم ما حاجی نیاز محمد، خادم و خدمتگار جناب حضرت تمیم انصار و جبیر انصار رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله. خدمتگار همین زیارت مبارک بله است. بله، همین خدمتگارش هستم، باغوانش هستم، هر چی که بخوام شما حساب کنیم خدمتگاری مبارک. پاچایی هستین حاجی صاحب. میشه که یک معلومات بر ما بدین درباره زیارت مبارک بر ما بگین که شجره تاقچیش اگه معلومات داشته باشین بر ما بگین. زیارت جناب حضرت تمیم انصار رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از مدینه هم بر سکینه مبارکه در داخل به خاطر جهاد از اون مملکت حرکت کردن پیاده. اینا برادر که 1400 حسابی مبارک بدن که اینا برادر طرف افغانستان حرکت کردن. منطقه قبرهای مبارکه از اینا برادر معلومدار است که یکی حضرت تمیم انصار، یکی حضرت جبیر انصار مدام معلومدار است و 72 تن اصحاب مبارک در سر گردنه شهدای سوالین است. اینا برادر دیگه اصحابای مبارک قبرهای جا بیخی نامعلوم شد، در وقت جهاد بدن هر جایی که ماندن اینا برادر در جهاد بدن دیگه. تو نبوده که برادر جای به جای، یک اونم 72 نفر که جای به جای به شهادت رسیده دیگه. اینمی مبارکا اینمیجا فوت کردن و برادر همیجا مرقدای مبارک آمد دیگه به خاطر از که روزای جمعه در 27 ماه مبارک رمضان در ختم اول رمضان تا آخر رمضان اینا برادر ختم قرآن عظیمشان همیجا 2 دفعه شروع میشه دیگه. برادر یه نمی شخصیت بزرگ اسلام از برکت قدوم ادیان ما به اسلام مشرف شدیم. اسلام برادر در افغانستان و قدر نبود و از برکت قدوم ادیان ما مسلمان شدیم. اگه اینا نمی آمدن در جهاد اشتراک نمی کردن امروز ما برادر کل ما بودایی بودیم و هیچ چیز نمی فهمیدیم. از برکت قدوم از این مبارکا ما به اسلام آمدیم، به اسلام مشرف شدیم و نمی عالم کسایی میکنه دیگر روزای جمعه و دیگر روزا تمام روز مردم اینجا میاین. در روزای جمعه خجاتر نمازها 4 منزل مسجد پر میشن. یعنی مبارکات دیگه شخصیت بزرگ اسلام هستن برادر. بسیار خوب. چند صد سال میشه حاجی صاحب از وفات از 1400 سال از این مبارکات از آمدن از اونا و فوت شدن جا 1400 سال از این مبارکات تیر شده. 1400 سال از اونا برادر تیر شده که یکی حضرت تمیم انصار رضی الله تعالی عنه و یکی حضرت جبیر قماندانای حرب و قماندانای حرب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. اینا برادر الهی نبودن و بسیار شخصیت بزرگ آمدن، پیاده آمدن. اینا برادر بسیار تکلیفای دی نکشیدن دیگه. شخصیت بسیار شخصیت بزرگ دیگه، مثل شخصیتی که واقعا والا حتی مشام مبارک است، فقط حتی مشام جناب محمد رسول الله که داخل درایی فقط حتی مشام مبارک است. چقدر وقت میشه خدمتگار زیارت هستی حاجی صاحب؟ ان شاء الله الرحمن به اراده خداوند ما 37 سال 38 سال است که این خدمتی مبارک کردیم. این از می اول تا می آخر یک تاریخ من نداشتم. یعنی می خدمت کردیم تا این میال به خدمت بدم. یعنی میال کالای ما تبدیل کردیم، کالای کار بود. این درختکا یارو می‌دادم. فقط دمی خدمت تمام روز است. خداوند قبول درگاه حق بکنه حاجی صاحب. کدام پیام داشته باشی به مراجعینی که اینجا میان به زیارت کردن؟ کدام گفتنی داشته باشی؟ باشه کاکا مادی خاطر نمیگیم مراجعینی که میان در هر دیجی آمدن ولیکن کوشش کنن که ادب مبارک بفهمن. ادب بسیار چیز است. ادب اگر سیاست میاد این دیوان ادب داشته باشه، اگر مردم میاد با ادب. کس اکثریت مردم به خدا میال از کابل است، از اینمی که دمی کابل زندگی میکنه به خدا شخصیت از مبارک نمیفهمه. او میگه قبر است و رفتیم پیش کار خود. نه فقط با ایجاب اسلامی روی که خدا پد کنن سیاسرا مردا بسا با یک ایجاب اسلامی برادر در این دیوان دفتر بیان با همین چیزی که میفهمن. عالمی جا میریم مدرایم یک الحمد 3 بار قل والای شریف میره خو میتونه که بخونن. یک الحمد 3 بار قل والای شریف اگر ختم زیاتر نتونه باید بدانه. یک الحمد 3 بار قل والای شریف بخونه، فاتحه کنه، باقی خود فاتحه کنه، باقی اینا جناب حضرت تمیم انصار رضی الله تعالی عنه به این خاطر نیست خودش احتیاج دعا داره. ما نمیگیم که ما برادر از این چیز بخوایم. نه فقط خدا ما هم دعا کنیم هم خود دعا کنیم که ما را در راه صراط المستقیم خداوند آراسته داشته باشه. همین فیض و کرم خداوندی به نصیب ما شه. آمین. الهی بسیار تشکر. خوشحال شدیم. با عزت باشید. سلامت.